دلار فقط یه تیکه کاغذ نیست. پشتش یه پروسه پیچیده و دقیق وجود داره. اول از همه کاغذ مخصوصش ساخته میشه از ترکیب پنبه و کتان. خیلی مقاومه، راحت پاره نمیشه و حتی تا حدی ضد آب هست. کل کارخانه دیجیتالی کنترل میشه و همه مراحل دقیق ثبت میشن. یه اشتباه کوچیک زنگ هشدار رو فعال میکنه. بعد نوبت نوارهای امنیتیه که با فشار و گرما توی کاغذ فرو میرن و دیگه جدا شدنی نیستن. چاپ افست میاد بعد، جایی که پس زمینه چند رنگی چاپ میشه. جوهرها هم فرمول خاص خودشون رو دارن. نه زیر نور یووی تغییر رنگ میدن و نه محو میشن، بلکه حتی میدرخشن. سپس مرحله سریگرافیه. اعداد و طرح‌ها به دقت چاپ میشن. هر خطای میکروسکوپی یعنی اسکناس باید دور ریخته بشه. آخرین مرحله هم حکاکی برجسته، اضافه کردن کدها و شماره گذاریه. نتیجه همه اینها یه اسکناس جدیده که حاصل تلاش هزاران نفر و بهترین تکنولوژی ضد جعل دنیاست. وقتی یه دلار تو دستت میگیری، بدون که فقط یه کاغذ نیست، یه نماد جهانی ثروت و قدرته. اگه برات جالب بود پیجمو دنبال کن.